بریم سراغ یکی دیگه از دنیاهای ناشناخته که شاید برای بعضی از ما شناختنش یه رویا باشه، حداقل خود من. اینکه بتونیم جاهایی که قبلا دیدیم رو باز دوباره بهشون سر بزنیم یا تصویری از مکانهایی که ممکنه در آینده به اونها سفر کنیم رو روی یه پوستر ببینیم در زمان حاضر اصلا عجیب نیست. اما همه اینا درباره سفر در مکان بود، به عبارت دیگه لوکیشن های مختلف. حالا اگه به جای مکان یا لوکیشن بتونیم زمان یا تایملاین های مختلف رو ببینیم چی؟ مثلا ببینیم در گذشته چه اتفاقی افتاده یا آینده چه شکلی خواهد بود. رخدادهای تاریخی رو از عمق زمان بیرون بکشیم و روی یک صفحه نگاه کنیم یا اتفاقات آینده رو قبل از رخ دادن شاهدش باشیم. اگه این موضوع میتونه فکرتون رو مشغول کنه یا به اندازه کافی اسرارآمیزه، وقتشه با دستگاهی سری در اعماق دالان‌های تو در توی واتیکان در زیر زمین آشنا شید. کرونو وایزر، دستگاهی که گویا بدن مقدس عیسی مسیح علیه السلام رو هم بالای صلیب باهاش دیدن. این تصویر، میدونم ادعا درباره ساختن چنین دستگاهی در طول تاریخ کم نبوده، در گذشته زیاد شنیدیم و در آینده هم زیاد خواهیم شنید، اما از این هزاران ادعا یه مورد در دهه 40 و 50 شمسی خودمون به مراحل بالایی از اعتبار رسید، طور که این دستگاه دستکاری زمان خودش بخش مهمی از زمان شد. داستان از جایی شروع شد که پدر پلگرینو ارنتی ادعا کرد دستگاهی در اختیار داره به اسم کرونو وایزر. قبل از هر چیزی بگم که این اسم رو زیاد ازش استفاده نکنید، حتی المقدور کمتر سرچش کنید. این یه خواهش دوستانه بود، حالا چراش بماند. دستگاه نام برده میتونست رخدادهای گذشته مورد نظر کسی که ازش استفاده میکرد رو نشون بده. بگم که با یه راهب گمنام که دنبال راهی برای مطرح شدن در جامعه کاتولیک بود مواجه نیستیم. پدر ارنتی یکی از بزرگترین نام‌های واتیکان بود، یک موسیقیدان دانشمند و جنگیر در بالاترین درجه‌ها و صاحب کرسی‌های بلند مرتبه فراوان در واتیکان. همینم باعث شد که پیروانش وقتی درباره در اختیار داشتن دستگاهی برای رصد گذشته مدعی بشه حرفشو باور کنن. کرونو وایزر که البته در ادامه کمتر سعی می‌کنم اسمشو بگم، به راحتی میتونست هر رخدادی در هر تاریخی رو به تصویر بکشه و فراتر از اون میتونست تصاویر رو ضبط و ثبت کنه و از همه مهمتر تصویرگر گذشته توانایی ساخت هولوگرام‌های سه‌بعدی از رخدادها رو داشت و این یعنی بهترین مدرک برای قانع کردن کسانی که به نوشته‌های کتب دینی شک دارن. ارنتی از دستگاه نامبرده استفاده کرده بود تا به صلیب کشیده شدن مسیح علیه السلام رو ببینه. این ادعا تا حدی معتبر و مستند بود که به چاپ مقاله‌ای با این عنوان در دهه 50 شمسی منتج شد. هیجان انگیز، دستگاهی که میتونه از گذشته تصویر برداری کنه بالاخره اختراع شد. ادعاهای جذاب به همینجا ختم نمیشد. ارنتی ادعا داشت سخنرانی معروف جولیوس سزار در سال 63 قبل از میلاد رو دیده، تولد امپراتوری روم رو هم همینطور، شام آخر عیسی مسیح علیه السلام و نابودی سدوم و گمورا محل زندگی قوم لوط رو، جایی که گوگرد و آتش بر سر مردم شهر باری و جز همسر و 2 دختر لوط کسی زنده نماند. از این میان الهه همسر لوط برخلاف فرمان خدا به پشت سر نگاه کرد و ناگهان به سنگ تبدیل شد. قرآن کریم سوره تحریم آیه 10. همچنین کتاب سفر پیدایش نخستین بخش از اسفار 5گانه یا تورات جنسیس. اختراع ارنتی قطعاً بهترین ابزار بود برای اثبات حقیقی بودن نوشته‌های کتب مذهبی و بهترین راه برای قانع کردن آرتیست‌ها و کسانی که به اتفاقات شک دارند در همه جای دنیا و در همه نقاط زمان. حالا ببینیم خود دستگاه چگونه ساخته شد. خود ارنتی ادعا داشت نقش زیادی در ساخت این ماشین نداشته و انریکو فرمی و ورنر فان براون را به عنوان 2 ذهن اصلی پشت چنین اختراعی میدونست. فرمی رو قطعاً میشناسید، اختر فیزیکدان نامدار آمریکایی ایتالیایی و برنده جایزه نوبل، کسی که ذهن اصلی پشت ساخت اولین ریاکتور هسته‌ای تاریخ بود. شیکاگو پایل 1 1321 شمسی. پارادوکس معروف فرمی هم حاصل سوال معروف اون در مورد موجودات فضایی بوده. او از اعضای اصلی پروژه منهتن در کنار جولیوس رابرت آپنهایمر هم بود. معمارهای اولین بمب هسته‌ای تاریخ، لقبی که معلوم نیست به یک قهرمان باید داده بشه یا به یک اهریمن. فان براون هم یک دانشمند سابق ارتش نازی هیتلر بود که بدون او بشریت هیچگاه نمیتونست پا به کره ماه بذاره. در مورد حقیقی یا دروغ بودن سفر به ماه هم اگه علاقه دارید در کامنت ها منتظر شنیدن نظراتتون هستم تا موضوع یکی دیگه از ویدیوها بشه. بگذاریم. فان براون به خاطر همین خدمات از محاکمه به خاطر همدستی در جرایم آلمان نازی مبرا شد. کسی که اونو به عنوان پدر علم موشک هم میشناسم.
برگردیم به همون دستگاه معروف. ارنتی ادعا داشت 10 دانشمند بزرگ دیگه هم در پروژه همکاری داشتن و به خواسته خود آنها نامشون هیچگاه افشا نشد. دستگاه با ترکیبی از فلزات حساس به صوت و نور کار میکرد، در کنار چندین آنتن و ابزار تابش اشعه کاتود. قسمت‌های فلزی طوری تنظیم شده بودند که میتونستن امواج صوت و نور رو در کل بازه طیفی یا اسپکتروم تشخیص بدن. به گفته ساده‌تر، هر صدا و هر تصویری که در محیط وجود داشت، از مرئی تا نامرئی. دستگاه بخشی به نام جهتیاب داره که زمان مورد نظر برای رصد از طریق اون مشخص میشه. طبق ادعاها و تصاویر، دستگاه حتی به مانیتور مجهز بوده که میتونست لحظات بیرون کشیده شده از عمق تاریخ رو نشون داده و ثبت کنه. از کرونووایزر به عنوان پنجره‌ای رو به گذشته نام برده، وسیله که اجازه میداد رخدادهای تاریخی رو با قوی ترین سندها اثبات کرد. مخترعین دستگاه وقتی تصاویر رژیم موسولینی رو دیدن، وقتی با ناپلئون چهره به چهره شدن، چیزی برای گفتن نداشت. و دقیقاً همین باعث شد تا واتیکان دستگاه رو به عنوان ابزاری مقدس و ارزشمند تلقی کنه. اطلاقی که نهایتاً باعث شد تا در عمق مخفیانه ترین آرشیوهای واتیکان پنهان شه. این ادعا وقتی معتبر شد که واتیکان در سال 1367 شمسی رسما اعلام کرد هر فردی از این دستگاه استفاده کنه بلافاصله حکم تکفیر او امضا خواهد شد. حالا این سوال پیش میاد که آیا واقعاً گذشته رو میشه در لحظه دید؟ تاریخ‌دانها و اکثریت غالب نظریه پردازان عقیده دارن ساخت ماشین زمان از لحاظ نظری غیر ممکن. کمی برخلاف عقیده این عده، بعضی رویدادها هستند که بر اساس نظریه نسبیت آلبرت اینشتین اجازه پیچ و تاب دادن زمان رو میدن. نظریه‌ای بر این عقیده که گذر زمان برای اجرام مختلف با سرعت و جرم‌های متفاوت با هم فرق می‌کنه. طبق این نظریه زمان میتونه کند یا تند شه، طبق پدیده‌ای به اسم تایم دیلیشن یا اتساع زمان. به عبارت دیگه هرچه سرعت یا جرم جسم نسبت به باقی اجرام بیشتر شه، زمان برای او کندتر میگذره و زمان یک پدیده نسبیه نه قطعی و برای پدیده‌های مختلف سرعت گذر مختلف. اتساع زمان البته یه نظریه نیست و چون اثبات شده امروز اون رو به عنوان یک حقیقت علمی میشناسیم. البته طبق نظریه نسبیت اگه به سرعت نور برسیم زمان متوقف میشه، اما همین نظریه اجازه رسیدن هیچ جسم دارای جرمی رو به سرعت نور نمیده، چون برای این کار به انرژی بی‌نهایت نیاز. اما نکته اینجاست که فیزیکدان‌ها به وجود ذره نظری به نام تاکیان باور دارن که میتونه با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کنه. اگر تاکیان‌ها وجود داشته باشن، طبق نظریه نسبیت به عکس العمل اجازه میده تا به حدی سریع رخ بده تا قبل از عمل اتفاق بیفته و این یعنی نتیجه کار قبل از خود کار دیده میشه. مفهومی که در علم به اون ریترو کازوالیتی یا پسرفتگی علیت گفته میشه. به یک عبارت، طبق ریترو کازوالیتی پدیده‌های آینده میتونن بر گذشته تأثیر بذارن. این یعنی خط بطلان کشیدن بر مفهوم تک خطی بودن زمان و اثبات وجود چندین خط زمانی یا تایملاین در یک زمان. یه نظریه دیگه از خم شدن زمان صحبت میکنه. اینجا زمان و مکان باز هم طبق نظریه نسبیت اینشتین به هم پیوستن و اجرام همونطور که با جرم خود مکان رو خم میکنن، همین اتفاق رو هم برای زمان باعث میشن. حالا میتوانه فضا زمان رو طوری خم کرد که جسم دور خودش چرخیده و بعد از طی مدتی باز به لحظه قبل از شروع چرخش بازگرده. میدونم هضمش سخته برای خودم از همه بیشتر. برگردیم به همون دستگاه کرونووایزر. وجود اون هیچگاه تا امروز رسما ثابت نشده و گویا واتیکان مجدانه برای مخفی نگه داشتنش تلاش می‌کنه. نکته اما اینجاست که پدر ارنتی تا لحظه مرگ هم ادعا داشت واتیکان دستگاه رو در اختیار داره. حتی قبل از فوتش هم در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که شخص همه ما رو از افشای اطلاعات درباره ماشین برحذر داشته، زیرا اون رو برای نژاد بشر خطرناک می‌دونست. اما تا آخر عمر عقیده داشت دلیل اصلی پنهان موندن این دستگاه پشتیبانی از عقاید کلیسا. البته اون هیچ وقت اطلاعات دقیقی از نحوه ساخت دستگاه رو افشا نکرد و شاید فرصت افشا پیدا نکرد. غیر از پدر ارنتی، افراد دیگری هم از دستگاه گویا هم شیطانی و هم الهی صحبت کردند. سال 1381 شمسی پدر فرانسوا برونا در کتاب اسرار جدید واتیکان از کرونووایزر هم صحبت کرد. سالها در کنار پدر ارنتی بوده، از آنچه وی در دستگاه خود دیده صحبت کرده و این گونه یکی دیگر از بزرگان واتیکان هم به جمع تایید کنندگان وجود کرونووایزر پیوسته. برونو تا زمان مرگ خودش در سال 1398 شمسی وجود کرونووایزر رو تایید کرد. واتیکان اما تا امروز هیچگاه وجود دستگاه رو نه تایید کرده و نه رد، اما استفاده از چنین دستگاهی رو برای بشریت خطرناک میدونه. این ادعای رسمی واتیکان. شاید
دستگاه رخدادها رو طوری نشون بده که با عقاید دکترین کلیسا در تضاد باشه. و چه دلیلی بهتر از این برای پنهان کردن اون در اعماق تاریک. حالا یه لحظه فکر کنید در مقابل کرونوایزر نشستید، جدا از تمام خدماتی که میشه به بشریت کرد و جدا از تمام تفکرات کلاسیک، به جای خاطرات روی صفحه یه ماشین لحظاتی رو دید که همه عمر حسرت تکرارش رو خوردیم. کسایی که دوست داشتیم و بار دیگر ببینیم، نه در خیال بلکه کنارمون. اونایی که به حدی عزیزن که تصویرشون از 1000 رخداد واقعی عاشقانه تره. کسانی که حاضریم تمام عمر خودمون رو به خاطر یک لحظه دیدنشون به حراج بذاریم. اونایی که یا نیستن یا هستن و پیش ما نیستن. برای همه ما، کسایی که چنین از دست رفتگانی داریم، ماشین دیدن گذشته یا کرونوایزر یا هر اسم دیگه‌ای که می‌خوایم بهش بگیم، هیچگاه و هیچگاه و هیچگاه اهریمنی نخواهد بود. یه بار دیگه ممنون که یه ویدیو رو تا آخر با من دیدید و مثل همیشه یادتون باشه که همه زیبایی کیهان اون بالاست، پس همیشه چشمتون با آسمون باشه.